حتما تو هم دیدی که کسی رفته بیت کوین یا اتریوم خریده و پولش چند برابر شده. تو هم وسوسه شدی، دلت میخواد طلا یا دلارت، خونه یا حتی ماشین زیر پاتو بفروشی به امید چند برابر شدن. ولی صبر کن، یه جای کار میلنگه. حقیقت همیشه پشت صحنه است. ما فقط موفقیت‌های بقیه رو می‌بینیم و درباره اون همه‌ای که نابود شدن فکر نمی‌کنیم. شاید وقتی که تو وارد چی تهای مارکت باشه و دیر اقدام کنی. شاید بیا روی پروژه مورد سرمایه‌گذاری کنی و به جای سود ضرر کنی. شاید اون کسی که تو رو وسوسه کرده فقط شانس آورده یا حتی خودش اصلا اون کار انجام نداده. یا شاید اون شخص اصلا دانش کافی واسه این کار رو نداشته و فقط شانس تازه وارد همراهش بوده. پس قبل از اینکه سربازای توی جیب تو بفرستی به میدون جنگ، قواعد جنگ رو باید یاد بگیری. یاد بگیر مدیریت سرمایه، حد ضرر و مدیریت ریسک چیه و بدون که چرا داری وارد میشی.